بسم الله الرحمن الرحیم. هیستروسالفنجوگرافی، عکس رحم و یا نفیرها. من دکتر محمد هاشم وهاج هستم، رئیس شفاخانه وهاج. هیستروسالفنجوگرافی، هیسترو یعنی رحم یا یوترس، سالفنجو نفیرها و یا تیوب، گرام ایکس ری و یا ایکس ری. یعنی هیستروسالفنجوگرافی عکس رحم و نفیرها را گویند. معلومات درباره رحم و نفیرها ایره به نام هیستروسالفنجوگرافی میگویند. اولی که ما چی را در هیستروسالفنجوگرافی میبینیم؟ جوف رحم میبینیم. جوف رحم، داخل جوف رحم مشاهده میکنیم که جوف رحم منظم است یا نیست، یکی است، دوتا، سپتاست و یا ای که کدام مشکلات سوی شکل ولادی داره یا نداره. داخل جوف رحم ما در هیستروسالفنجوگرافی میبینیم. دوم چیزی را که میبینیم فلوپن تیوب هاست، نفیرها و ای که به نام لوله ها میگوییم. امی که لوله ها منظم هستند یا نیستند، است یا نیست، باز است یا نیست، بند است و پاتولوژی هایی که در لوله هاست اونا را ما مشاهده میکنیم. سوم اسپل و یا پاسج، آیا امی مایه کانتراست که ما داخل رحم و نفیرها میکنیم آیا اینا در داخل پروتونیم میریزه یا نمیریزه؟ اینا اسپل میشه یا نمیشه؟ اینا باید در پروتونیم بریزه. اینمی را ما به نام اسپل میگوییم که این نشانی میده که بله اینمی نفیرها باز است. و سوم ما قسمت سروایکال کانال میبینیم که آیا ای استینوسیس است یا نیست، که ما بعدا میبینیم که در کدام وقت ما ای را دیده میتونیم. خلاصه ما در هیستروسالفنجوگرافی جوف رحم، نفیرها، اسپل و یا آمدن مایع در جوف پروتین و سروکس میبینیم. اهمیت هیستروسالفنجوگرافی چی است؟ به خاطر اینکه یک خانم حمل بگیره باید جوف رحم از این نرمال باشه، داخل جوف رحم نرمال باشه، نفیرها سالم و باز باشند. این نفیرها سالم و یا باز باشند. کانال سروکس باید بندش یا تضیق نداشته باشد. کانال سروکس باید بندش و تضیق نداشته باشد. این همه توسط هیستروسالفنجوگرافی و یا عکس رحم و نفیرها دیده میشه. عکس رحم و نفیرها یک معاینه مهم و اساسی و حیاتی است. البته در مریضایی که اقامت ثانی و یا سکندری اینفرتیلیتی دارن، اولین معاینه و اساسی ترین معاینه برشان اینمی هیستروسالفنجوگرافی می باشد. اما زنگ خطر، جهت اجرای هیستروسالفنجوگرافی از شعاع ایکس ری استفاده می شود که در هر عکس خانم 4 یا 5 بار تحت شعاع قرار می گیرد. پس باید اجرای هیستروسالفنجوگرافی توسط اشخاص مجرب و دقیق اجرا شود. چی وقت باید ما امی هیستروسالفنجوگرافی را اجرا کنیم؟ آیا هر وقت میتونیم این را اجرا کنیم؟ نه، روزای مشخص دارد. همین که ماهواری خانم تمام شد و غسل نمود، فردای آن الا 4 یا 5 روز دیگر، یعنی اگر در روز 8 خانم ماهواریش خلاص شد، روز 8، 9، 10، 11، 12 میتونه که هیستروسالفنجوگرافی کنه. همین که ماهواری ختم شد، خانم پاک شد، الا روز 12 ماهواری میتونه گرفته، یا ای که از روز 8 الا 12 ماهواری. اما خانمایی که روز 10 ماهواری پاک میشن، اونا دیگه 10، 11 و 12 دیگه عکس گرفتن میتونن. شفاخانه وهاج بنیانگذار هیستروسالفنجوگرافی مدرن در کشور می باشد. هیستروسالفنجوگرافی در شفاخانه وهاج توسط تیم مجرب طبقه اوناس و تحت نظر جدی و راپوردهی دقیق دکتر محمد هاشم وهاج اجرا می شود. و ایره برتان بگویم که کسی که ایکس ری را می گیره در شفاخانه وهاج او هم از طبقه اوناس است. جهت اجرای HSG فقط به روزهای 8 الی 12 ماهواری تشریف بیاورید.
شفاخانه وهاج در کارت پروان است، مقابل سفارت پاکستان. شماره تماس ما 0788 87 88 14 و شماره دیگر. البته یه هم وهاج هاسپیتال فیس پیج ماست و یه هم ایمیل آدرس ما. شفاخانه وهاج به خاطر فراهم نمودن سهولت به مریضان ولایات، سهولت های اجرای HSG را در یک تعداد از ولایات دیگر نیز مهیا ساخته. ما یک تعداد از دکتر صاحبا و قابله ها را ترین کردیم. در این ولایات دکتر صاحبا و قابله های مجرب ترین داده شده است و هر کلیشه یک وقتی که اجرا می کنند توسط واتساپ و دکتر وهاج فرستاده یا به ما فرستاده می شود. من شخصا همه کلیشه ها را مشاهده نموده در امو وقت آنلاین برشان هدایت لازم میتم و در ختم اجرا راپور دقیق توسط شخص خودم دکتر محمد هاشم وهاج تحریر و ارسال میگردد. یعنی آنلاین ما ای اکسری ها را میگیریم. در قندهار ما در شفاخانه ارغندابی دیخوجه شهر قندار قابل ادیبه در اونجا ای عکس‌ها را میگیره. در شفاخانه ارغندابی شماره تماسش است 070 36 31 176. در هرات باستان شفاخانه هموطن جوار کلینیک دکتر فریه بارکزی، سرک منارها، نفش هرات 29 هرات باستان. در اونجا دکتر صاحب براتی و خانم احمدی می باشند و شماره تماسشان 0799 27 38 30 می باشد. در شهر فرا شفاخانه طبیبان روبروی نظارتخانه شهر فرا دکتر آرزو در اونجا یک ساره میگیره. شماره تماسش 0796 23 28 08. در نیمروز دکتر صاحب یاسمین است، کوچه شفاخانه الخیر، کلینیک دکتر یاسمین نیمروز. شماره تماسش 0784 100 44 5. در تلاش هستیم تا در سایر ولایت نیز دکتر صاحبا و قابله های مجرب را ترینینگ بدهیم تا مشکلات هموطنان ما از بابت اجرای HSG درست، دقیق و استاندارد رفع شود. کسانی که در این مورد علاقمند هستند با ما در تماس شوند. شماره تلفنم است 0799 32 83 17 که در این واتساپ هم است 0785 05 60 80. میتونید کسایی که میخواین در مزار شریف، در جلال آباد، در قندوز، در بدخشان خواسته باشند که ما اینمی بخش استروسلفنجیوگرافی رو برای شما فعال کنیم، شما را ترینینگ میتیم، یاد میتیم، خود ما میاییم و بعد از او شما کارایتان شروع کنین و در تحت نظارت خودم این عکس ها گرفته خواهد شد. نتیجه عکس رحم و نفیرات چی خواهد بود؟ نرمال یعنی رحمم نرمال و نفیرام باز می باشد که مشکل نداریم. مشکلات در رحم میتونه شده، مشکلات در نفیرا شده میتونه، مشکلات در هر دو رحم و نفیرا شده میتونه. در صورتی که عکس رحم و نفیرا غیر نرمال باشن چی باید کرد؟ بهترین شیوه تداوی مدرن به خاطر رفع مشکلات و یا نقیضه های رحم، نفیرها، تخمدان ها عملیات های استرولپاراسکوپی و یا به اصطلاح عملیات های لیزری است. این عملیات ها توسط وسایل و تجهیزات مدرن بدون شق و خونریزی اجرا می گردد و مدت زمان بودن مریض در شفاخانه فقط چند ساعت می باشد. لپروسکوپی چی است؟ عملی است که وسایل لپروسکوپ از روی شکم داخل بطن و حوصله می شوند و تمام عملیات های بزرگ جراحی توسط آن انجام می شوند. سوراخ‌های کوچک میشه و وسایل لپروسکوپی داخل میشه و ما میتونیم که رحم درست مشاهده کنیم، میتونیم که نفیرها را ببینیم در اینجا ما دایت تست میکنیم، تخمدان ببینیم، میتونیم تخمدان ها را ببینیم، نفیرها را ببینیم، رحم ببینیم، میتونیم که هر عملی که بالای تخمدان رحم انجام بدیم اجرا کرده میتونیم تخمدان دریلینگ هم کنیم و ببینیم که چی مشکلات داره. استروسکوپی عملی است که وسایل استروسکوپ از طریق محبل داخل جوف رحم شده تمام عملیات های بزرگ جراحی در داخل
جوف رحم توسط از این انجام میشه. ما استروسکوپ داخل جوف رحم میکنیم و ما از این طریق میتونیم که سرویکس و جوف رحم مشاهده کنیم. داخل رحم میبینیم یک اوستیا، دیگه اوستیا. داخل رحم میبینیم که یک پولیپ است، میتونیم ببینیم پولیپ های متعدد ما مشاهده میکنیم. داخل رحم میبینیم و حتی میبینیم که سپتا و یا که 2 کانال موجود است. شفاخانه وهاج مجهز با مدرن ترین وسایل و تجهیزات استرولپاروسکوپی از کمپانی مشهور جرمنی کارل استورز است که شما مشاهده میکنید که وسایل مدرن در شفاخانه وهاج موجود است. چی وقت میتوان عملیات های استرولپاروسکوپی را انجام داد؟ لپاروسکوپی در هر وقت اجرا شده میتواند، کدام روز خاص ندارد. اما استروسکوپی ایامی که فوراً بعد از ختم ماور شدن می باشد و یا که یک هفته قبل از ماوری بعدی ما میتونیم که استروسکوپی را انجام بدیم. شفاخانه وهاج نام معتبر در تشخیص و تداوی. آدرس ماست کارته پروان مقابل سفارت پاکستان کابل. شماره تماس 0788 87 88 14 و این هم شماره های ایمیل آدرس ما و وب پیج ما. تشکر، ممنون، شکریه.